من درس نخواندم، محتاج دست یکی دیگه هستم که من درس یاد بده. خداوند شما خواهر عزیز شفا برتون نصیب بکنه، بخیر سری پا شوین. اینمی 3000 افغانی است. یگان دوای خواهر عزیز ما را هم گرفته بتون، نگه چیزی برتون ماند اگه خرج و مصرفتان شوه. شما که قدر مثلا چی میکنین باید برین اردوگاه، از اردوگاه مردم مرده، مردم غلطیدگی از طفلان مرده، کسی در فکر مردن است، باید برین مرده را باید از جا بکشین. چقدر منو زد زیر قیمه هم خبر شما را لط کرد. بیلنم داخل مردم چقدر گریه کردم. کی گپی ما رو میشنوه؟ اما گی کلنگ چی است؟ ما درس هم نخواندیم. اما گی کلنگش نو چیز اگر یک اروپایی یک ناخونش خون شوه بسته جهان شور میته. این افغانی یا حالت است که کسی در فکر افغانی نیست. چرا کوی حقوق بشر که پرسان حقوق بشر را بکنه؟ از شب که آمدین طفلا هیچ چیزی نخوردن؟ نخوردیم، با خدا صبحانه ما نخوردیم. باشین ببینید توان ما چی است. اینی 1000، اینی هم 2000 افغانی است. شما امیره بفرمایید برای طفلا هیچ چیزی نخوردن، آب هم نگرفتن، خرج و خوراک هم ندارن، یک چیزی برای دست هیچ فرصت ما را نداد که ما با یک پندکی ما بگیریم. فقط دستبند زد اردوگاه ما رو این طرف برد. چور دوجا چور است، چور مردم لخت کرده رایستن. حتی دولت ایران در اردوگاه گفته که افغانی یک تک تومانی را نباید از ایران بیرون بکشه. ما اصلا در ایران اصلا روزی خوش ندیدیم. کلام بدبختی. ندارم، خب یک روپه ندارم تا خانه را برم. ما حتی من فقط پتوی من میبده که من در خانه برم. من نه زندگی دارم در اونجا، هیچی ندارم. من در اونجا برم قید طفلم چی زندگی کنم. یک قسم دل شما هم زیاد پر است. یا خیر.